اما جناب استاد در رابطه با زندگی زناشویی و اینکه زن و مرد در چه مواردی مجاز هستند که از نظر شرعی از همدیگه لذت جنسی ببرن، چه مواردی جایز است و چه مواردی ناجایز و در شریعت من اومده. ببینید در این قالب الله متعال که آیه کلی رو بیان کرده، قاعده کلی رو برای مسلمانان اعلام کرده: نساءکم حرث لکم، زنان شما محل زرع شما هستند، فأتوا حرثکم ان شئتم، و درآیید در مقابل حرث خودتون یا این مزرعه خودتون که کنایه از همسر هست، ان شئتم، با هر کیفیتی که شما خواستید. این ان شئتم با هر کیفیتی، با هر وضعیتی که شما میخواهید میتونید از همسرانتون، زن از مرد، مرد از زن، از همسر به اصطلاح کامجویی بکنند و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، چه به صورت بوییدن باشد، بوسیدن باشد، حتی لیسیدن باشد یا تعبیر دیگری که دارن. منتها اون چیزی که از نظر شرعی در اینجا به اصطلاح جزء امور حرام قرار داده شده که نباید از اون مورد به اصطلاح تجاوز کرد، یکی اینه که در مورد عادت ماهیانه که در قرآن به صراحت اومده که سوال میکنه: یسألونک عن المحیض قل هو اذن. این به اصطلاح یک نوع بیماری هست و یک نوع به اصطلاح آلودگی هست. فاعتزلوا النساء فی المحیض، در این هنگام شما از همسرانتون دوری بکنید، یعنی اینکه با اونها هم بستر نشوید. این دوری نه به معنی این که کلا قطع رابطه بکنید. در هنگام قاعدگی تمام به اصطلاح کامجویی ها جایز هست، به استثنای مقاربتی که باشه، چه مقاربت مشروع از راه طبیعی یا راه غیر طبیعی، و بقیه موارد کاملا جایز هستند. این یک مورد. مورد دوم به اصطلاح همون لواط هست، اسم که مقاربت نامشروع هست از راه غیر طبیعی. این دو مورد رو شریعت تعیین کرده و صراحتا اومده در آیات و در روایات که اینها ممنوع هستند در تمامی حالات، چه زن در حالت به اصطلاح عادت ماهیانه باشه و یا غیر عادت ماهیانه باشه، و در هر حالتی که باشه این دو مورد را، یعنی در حالت عادت ماهیانه و همبستری از راه غیر متعارف و به اصطلاح غیر طبیعی، این دو مورد حرام قطعی و 100% هستند و در هیچ صورتی مجاز نیستند. و غیر از این هر چی که بدونند زن و شوهر که یک نوع کامجویی محسوب میشه برایشون جایز هست. منتها اینو من اضافه بکنم این نکته رو که به شرط این که این کامجویی تضادی با کرامت مرد یا حرمت شکنی زن نباشه که زن رو یا مرد رو از اون کرامت انسانی خودشون خارج بکنه، و بقیه موارد جایز هست و اشکالی نداره.